زندگی چگونه است از ابتدا تا انتها نقل کن. مرحمت. من خودم رو بخش هستم. دوستان عزیز، درود به هر یکی شما. امیدوارم تن صحت و خوب هستید. یک چیزی هست برای شما نقل میکنم. یک چند دقیقه پیش یک نفر از شهر خرغند به نزد من آمد. یک مسئله اویلوی داشت. گفت میخوام یک سرود خونم، دستگیری کن. خیر موقتی برادرم مصلحت کردیم، аранжировка کردیم، استودیو بردیم، سرود چه خون. از قسم برای شما میمونم، یا دو سه جوشم. و خودش در بازار عروبه میکشد. لیکن از حسابی اونه که زنش همراه کودکش او رو ترک کرده رفتگی هستند، میخواسته به خواندن سرود مشغول شود. البته هر کار چیزی خودش رو طلب میکند، لیکن به خاطر از بین نرفتن آرزوی همین نفر با نام لقمان مکمی دستگیری کردیم. یک چند روز پس انشاءالله نصیب باشد پیش از عید نوروزی یک کلیپ آماده میکنیم برای استفاده برندگانش. حالا من قسم از بعضن چیزهای همو برای شما میمونم، در طول هفته نصیب باشد. سبکی پرایی که همراه ما او گفتگو کردگی هستیم در همین کانال یوتیوبی میگذارم، تماشا کنید، خلاصتون گپ زنید. خداوند نگهبان شما باشد. دوستان عزیز، یکی از برادران ما لقمان جان زنده باشد. همسرم دو هفته اکتبر که روزی 2 ساله میشتگی فرزندم ایخونه برآمد بر سخن پدرش که پدرش گفت که شاید یک مرا انتخاب که یک شوهر شود روز بی جوی عشق پاکم، بگویی از برای